به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بچه های عزیز، خوبت؟ سلامتیتون خوب است؟ پدر و مادرتون خوب هستن؟ انشالله که همیشه خانوادگی خوب بشید. بچه های عزیز، اینجا رادیو مهر صدای کودک است. من شهنازه دوباره به نزد شما آمدم. بچه های عزیز، افسانه امروزه ما نام دارد میمون قهوه‌ای. یکی بود یکی نبود. در یک جنگلی کلان چند تا میمون وسط درخت‌ها زندگی می‌کردند. در بین آنها میمونی میدهک بود. چون قهوه‌ای بود با او قهوه‌ای میگفتند که خیلی بی‌ادب بود. همیشه روی شاخه‌ها می‌نشست و با یک نفر اشاره می‌کرد و با خنده قه قه خنده می‌کرد و میگفت اینو بینتان چقدر دومی دراز دارد. و بعد قه قه میخندید. هرچی مادرش او را نصیحت میکرد فایده ای نداشت، تا اینکه یک روز در حال مسخره کردن بود که شاخه شکست و میمون قهوه‌ای را بر روی زمین انداخت. مادرش او را پیش دکتر یعنی میمون پیر برد. دکتر او را معاینه کرد و گفت دستش آسیب جدی دیده است و تو باید شیره نارگیل بخوری تا خوب شوی. بچه ها میدونید نارگیل چیست؟ نارگیل همون ککاس است. چند دقیقه بعد حیوانات جنگل برای خبرگیری میمون قهوه‌ای آمدند و با خودشان نارگیل آورده بودند. او خیلی خجالت کشید و شرمنده شد. فهمید که دوستی از همه چیز مهمتر است. برای همین از آنها معذرت خواهی کرد و هیچ وقت دیگران را مسخره نکرد. بچه های عزیز، اگر از این داستان خوشتان آمده باشد می توانید از پدر و مادرتان اجازه بگیرید و نظرتان رو به ما ارسال کنید. تا افسانه های دیگر، خدایار و نگهدار شما. خدا حافظ. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org